بله سلام علیکم. مامان کاره. بله هیچی برو. یه همه خوبی هم ماما تو. برو بخونه. بله بابا ماما دیونه شدم. کاکا خوبیم ساعت شما خوبه؟ یک چرخی تا به سر ما بیاییم. خیر خیریته. بچه شما تا بتونست مسلط کرد. بله کدومه که چی داره؟ فرزاد بیایم شما بیایم. ما دروغ نمیگم. بیاین یک دقیقه بخیزیم بیاین. چی واسطه نیه کاکا بزد دیگه مرا. مال هیل من بزو گفتم وقتی برو. برات خواهر خواهمانی به بزو گفتم وقتی برو. لباسات تر بدیم نگاه به تاثیر رو بزد به تحریمه. های کاکا بارک الله شما. دختر شما کمر میزنه کمه که بچم شروع کرده. های او به سن سالا بچه من آخی. او شیری اگه بو خورده یا به شیر خوش کلون شده یا شیر گو خورده من نمیفهمم. فقط همی بیده که دست خور به سر دومات خوب بالا کرده من بزده دیگه. چی به شما تعویزی بدم تا گوشی؟ میایم یا نمیایم؟ ما به سرایم بیایم. چیزه باشه مادر نبیاره شیطانی شما بکنو که چه مامانم میزنه. پلک چه پلک مادر نبیایه. بشینیم که شما بکن. رخشویی داری تو؟ با قصه رخشویی نشیم. خب فهمیدیم با قصه ازی باشیم که فرزاد بچه شما حمال 10 دقیقه 15 دقیقه پیشتر خب نیم ساعت شاید بشه. بیامدم اینجا که من بیامدم برات خواهر هم برفته با آرایشگاه به خاطر این مجلس سبا شما. خب بچه اینجا گریه میکنه. عمران اینجا گریه میکنه و بچه شیر خوره به تا گاز اعصاب ما خراب. اینا رو به پیش ما کد کرده سعی کنیم یک خرمنه که تو اینا رو بشورک. بچه اینجا برفته خود دخترها خاله خود آرایشگاه. فرزاد تا بزرگ گفتم چه کار فلانه انا بمیر چی بود بزد به تحریمه. منم میگم خدایی شما بگین همین خود شما قضاوت کنیم. این کار خوبیه. سلام علیکم. بله کاکا جان خوبه؟ اشتانی خوبی خیلی تیر هستی سلامتی. یعنی فرزاد تو زد؟ بله من این گیله را از شما دارم. ما بفهمیدیم من می بچه من حمال امی هسته که من چی بگم دیگه. خود شما برین 4 نفر ریستفل جخت کنیم بگم امی فرزاد بچه من میخوره یا نمیخوره. ها خدا بگفته که خواری هم مرد بزنه. خواری هم به سر من گپ زنه. مادری هم به سر من گپ زنه. بس جا شما جام نداشته باشم. آخری هم بیا اینجا بچه نادانه به سر دومات خود دست بالا کنه. ها فرزاد بچه از اینا بزد به تک گوش. خیره پرونه داره. خوبیت نداره. بیش کی چی نداره. من هم دختر خود نصیحت میکنم من فرزاد بی خود کرده. ایج اخی کار نباید میکرد که کمتر از خود بیتره میکنه بزنه. کاکا جان یک دفعه نیه. اول کمی دختر شما به میلالا جان ما هیچی اصلا احترام نداره لیازی نداره. هیچی اصلا اون خودی و با جنجال کرد کش بزنن بخورد به اینجا واسه کنید. خیره آقا خیره. بابا رخشویی شد. درد ما خالی نکنیم گریه نکن بعد همون لگم سایه ببینن که تو اینجا رخ میشیری به خدا بعده هم برای ما بعدم برای خود تو بعده. چوب کن خودی بیا چی خواهی بکنم مور میفهمونم غیر از اینکه برای کار کنی برای از اونو فقط نون بیاری به خونه پول بیاری دیگه اجازه نمیدم که بر تو بگه که دست سیاه سفید بزی. رخشویی کار تو گونیه. کار زنکایه نه کار مردکا. من این کار نمیگم. من میگم چرا بچه خود نمیفهمم که بیاماده به پیرنگ بود نمیفهم. من نفهمیدم. من کدوم حق بود بزد به تحریمه. من مورم میفهمونم. اشتا میفهمونه. خب اینا سکوی اونا هر چی که شما دختر خود فهمونده. کاکا شما رو برجو ماری برجو دختر خود هر دم ما این ببریم بخونه خود دیگه به سرامون نیاییم. این گپا نزن بعد. این گپا نداره. یا به سرامون نیاییم بفهمیدین یا به جلوی ما بچه خود فرش زمین کنه توبه کنه بفهمیدین
ما دختر شما، ما به قول دختر شما هیچی. این دختر شما عروسی اولی نیه. باشه ما بسر رفتم ولی یک خط پوزیر میدم فرزاده ایت نمیگذارم بفهمیدی دختر خوش خط پیش. خب او را میفهمونم بفهمیدی با سر صدا با جنجال نمیشه او را میفهمونم میگم بابا جو رخشویی کار مرتکان یه کار زنکایه کار مرتکان اینه که برم کار کنم بیارم نون بیارم پول بیارم که به خونه که خرج کنم مور میفهمونم که دیگه من بعد از این کارا تو نکنی تو خودت نمیتونی بری بگی که آخه من اشتر رخ بشورم من مردیم حرف میکنه. آخه اون بگذاریم ازی بگیم ازی بچه بگیم ازی بگیم که چرا به تریون بزد خدا راستی 200 تار زد. او هم اشتباه کرده این دفعه تو ببخش هر دو تا رو ببخش من خود هر دو تا گپ میزنم هم خود خواره گپ میزنم هم خود را میرم مال درس عبرت میدم یک خط پوزی میگره بکشه که من بعد کار نکنه تو این دفعه هم گذشت کو خوبه پس میبخشی من از تو معذرت میخوام اشتباه کردم میفهمم که گناه از منه راست میگی اون روز اول نفهموندم هم دختر خو نفهموندم هم بچه خو که بی‌ترمی بکنه یک کلانتر خود خو ببخش خیر باشه مقصد بفهمونی کاکا جان اون از این خورتر کمه راست میگی خیر باشه ببخش من میرم فرزاد را اونجا بگو که تو فرش زمین میکنه منم خداحافظ شما کاکا جان خداحافظ خوش آمد. راست میگه دیگه جمع کو برو باشه خود بیا بشوره برای چی آوردی به خونه جمع کنیم. من بیا اله گوسپند ما چرا ایتنه بابا جون خدا شد این چری گوسپند ما ایتنه گوسپند بیلا الو بله ایلا خوبی کجام بابا نیم بابا نیم کجام بابا بگو گوسپندی ما چون چکار شده گوسپند یک بغل سعی میکنه تو دیوانه شدی تو خود تو بعضی وقت یک بر یک بر خانگاه نمیکنی اگه بابا آمدم زودی با بابا زنگ بابا بگو چیز کنیم بیاین که برار من بگو میگن که چیز گوسپند ما چون یک بغل سعی میکنه آنه بیا آدم بابا بده دست بابا بابا خیریته سب کنیم گیلک چی میگه چی میگه؟ بله بابا خوبی تیار هستی خوب این خیریتیم برای از این گپ نگردیم بابا گوسپند بیامدن که بزرگ بیده بند نزنم سعی میکنم گوسپند یک بغل سعی میکنه بابا این خودم گاهی وقتا این خود یک بر نمیکنی یک بغله میکنی بابا شوخی نکو بابا شما میخندیم آخی خنده نداره گوسپند میگم من چون چکار شده شما بیاین بابا شوخی میکنی یا رستی میگی گردن ما بند باشم تا که میرم به پیش یک بار ای برمیجه بابا آنی سعی کنین شما اگه مر میبینین گوسپند ایتنه مثلا آنی ایت روی آنیتنه حالا سعی کنم ایت گوشیر مثلا صدا ما کلی قد میشه بفهمین که من رو خود بزو بر کردم آنی ایتنه آنی گوسپند ایت گردن خود کچ کرده جدی میگی خوبه بگو مثل که گپ کلونه گپ جدیه شما بیاین بابا بابا ایلا آن اومدم آن خودی برو تو آلی رسیدم بده خداحافظ
حیف تو. الله جو اینک شریعت شدی. حالا خدا کنه که بابام بیاید. الله آخه گوسپند نغمه بیشاره شده. بابام خدا میدونه کی بیاید. الله تو با عذاب نمیکنه. گوسپند نشده. یک گوسپند نشده. این بترسیده. این مثل منه. گردن من میگه بترسیده. بده ها بگم بابا چه کار شده؟ آره گوسپند نیتنه. نه ای که راست میگه بابا. با شما میخندیم. تو بیا یک دفعه. تو چری نه، خودی؟ نزن. تو چری میخندی؟ ما چی فهمیدم که تو راست میگه درو؟ او نفهمیده. آره بابا بیا. یعنی چی؟ میجا شما پیش بریم بابا. آره چک کن. آره تو میکنه. ایوون. نه ای که گیردی بری میچرخه به جای شما. اونه ایتا میشه. گردن بابا شریتنه. میگو چری بترسیده ای چه کار شده بابای من؟ ما مثل اون روز بیام من به چاشت لقلقه بترسیدم. خب گردن ما بند باشه. ما چه کار کنیم مال خود تو؟ من نمیفهم. این به پیش دکتر ایوونی ببریم. یمی تو یله کنیم آخه گپ بریم بگیریم بابا. بابا نکنیم بابا که میشه شما رو بخوره. خود ممال هستی میترسون بچون چری؟ من همیته کمی دل me به تکون افتاد. من نگه که من میترسم بابا. بابا کو پیش رو تو. پیش رو. برو سکو که نه بابا. نکن. بابا دیوانه؟ چه کار کنیم مال نظر تو چیه؟ چرا ایتنه بابا؟ این گوسپندی هسته. گوسپند مانه. بابا اما گوسپنده که برو. چند وقت داری. برو تو برو. من میترسم برو. نه نگو بابا من میگم برم خوب دکتری پیدا کنم. دکتره؟ دکتر می ایوونی پیدا کنم. بیای ببینه چه کار شده. یعنی دل کباب شدی چرا گردن ازیت شده؟ من نمیفهم بابا. این بترسیده بابا. بترسیده؟ این بترسیده. کله پیچون شده. کله پیچون شده یکه بوده. حالی همین کفترها و مرغا میدیدم کله پیچون میشو ولی گوسپندت حالی ندیدم. میترسم بابا من نگی میتگفا. تو نگو میچون چرا منم اول بجون مثلا من نگنگ صبر کنید دل من همیت تو بیلا دل شما گوسپند بیشتر میکنه. همیت دل من میزنه. بگم بابا ایت نمیشه یک کبری خودی هم دست جمعی میریم دکتر رم میاریم. همین داری و بسته کن. بله بیا بسته کن. خدای تو بداری. برو. نکن. خدایا تا حالی روزی ندیده بودم گوسپندک به چریت شد.